والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، از نام حضار محترم، از نام عزیزان، دوستان و مهمانان که با او خاطر در این مسجد جمع آمده‌اند تا اولا فریضه الهی، فرض نماز عصر بپردازند، بعدا در تشییع جنازه بابای ایشان عبدالله که واقعا بالای قوم حق دارند، بالای جامعه حق دارند، شرکت داشته باشند. فرزندان مرحوم، برادراش، خویش، اقربا، قوم‌ها اظهار تعزیه خویش و براشان بیان می‌سازم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار بابای ایشان در جوار رحمت خویش مستقر سازد. آمین. جنت و ای جنت جای دهد و خداوند با ما و شما نیز حیات زیبای اسلامی، مرگ زیبای اسلامی و فردا روز قیامت محشور گشتن در حلقه دوستان محبان محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی آن حضرت نصیب روزی گرداند. یادم است الله اعلم سال 2004 بود، یک زنی صالحه از این محله درگذشته بود و مسجد آمده نماز پیشین بخوانیم. مثل امروزه هنوز قبر تیار نشده است، یک کمی وقت مونده است. رحمتی داملا نظرالله علیه رحمت آمد گفت داملا یک 20-25 دقیقه به مردم صحبت کردن لازم است، بسیار خواهش میکنم بیا میکروفون بگیر. یک چند بار قبل از این دعوت میکرد، من سرکشی میکردم. بسیار واقعا مسئولیت بزرگ است. همون واقعه را بهانه کردم، میکروفون را در دستم داد. بعدا اعلام کرد که داملا از همین روز به بعد امام همین مسجد است، انشاءالله همین جمعه به آمدگی سعادت میکنه. همین مسئولیت را در گردن ما انداختم. امروز تقدیر ازیدی را ببینه که روز جنازه پدری رحمتی داملا است و همون واقعه امروز هم ببینه که واقع شده است. یعنی قبر تا آخر انجام نیافته است، یک کمی دیگر مانده است. سببی هم که ببینه ساعت که 25 دقیقه 5 شده است، هنوز نماز عصر نخوندیم. اگر چنده که در این مسجد ساعت 4:15 نماز عصر برگزار می‌گردد، همین اسباب دارد. بسیار خواهش می‌کنم سروسیمگی نکنید. بازی اگر ما سروسیمگی کنیم، اگر جنازه را آوردن، وقتی که جنازه حاضر شد، دیگر همه کار با تأخیر گذاشته می‌شود، نماز جنازه خوانده می‌شود. اگر نماز جنازه را خواندیم و مردم گرفتن، خدا رحمت کنه بابای ایشان که به منزل بودن، روزی بارانی است، در زیر باران هم خرد تر می‌شود، هم تابو تر می‌شود. برای همون یک کمی صبر می‌کنیم، انشاءالله صحبت کردن می‌گیریم. همین اشاره شد که تیار شده است، نماز بخوانیم. خصوصا که این نماز عصر در مذهب امام اعظم ابو حنیفه یک فضیلت دارد که در تابستان و زمستان تأخیرش انشاءالله مستحب است. تابستان هم باشه تأخیرش مستحب است، زمستان هم باشه تأخیرش مستحب است. از 2 ساعت فاصله گذاشتن بین عصر و شام دیده 1.5 ساعت فاصله گذاری بهتر است. از 1.5 ساعت فاصله گذاشتن بین عصر و شام دیده 1 ساعت اگر فاصله گذاری بهتر است. ممکن انشاءالله تو شما از 1 ساعت بیشتر وقت است. انشاءالله 5-10 دقیقه صحبت میکنیم. همه که ایشان خود عبدالله هم اشاره کردن، نماز عصر را میخوانیم انشاءالله به جنازه و تشییع جنازه میپردازیم. واقعا مردای خدا را تولد شدن انشاءالله پول است، عید است، وفات شدن عید است، زندگی شدن عید است، مرگ شدن عید است. برای مرد خدا، برای کسی که آماده مرگ است، اون مردن زود از همین دنیای پرنقبتی دوری پرفساد آزاد شدن، رها یافتن و جوار رحمت پروردگار واصل گشتن است. همین پرنده را قفس آزاد کنید، بچه خرسندی و کشمودی به کاره می‌رود. روح بنده مؤمن وقتی از قفس سینه جدا می‌شود، از همین دنیای دون جدا می‌شود، به خدا قسم به همون شادی و خرسندی شتابان و سوی پروردگار شتاب می‌کنند. آخران
سخنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بستر مرگ گفتند الی رفیق الاعلی و سوی رفیق اعلی. وقتی شخص تیار شد، آماده شد، برای اون دیگر یگان مانعی در این دنیا نمیماند. شخصی خام و ناپخته است که این قدر به دنیا چند میزنه و دنیا را دوست میدارد. وقتی او پخت رسید، وقتی حقیقت که درک کرد، وقتی که باوریش یقین گشت، برای او هر چیز زودتر رفتن بهتر و خوبتر است. حضرت مولوی میگفت تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. تو من میگه ای مردن نترسا، من تشنه‌ام به همون مرگا. نیمی جان بستاند و 100 جان دهد، آنچه در رحمت نگنجد آن دهد. این خدای بزرگ این قدر بنده مؤمن دوست می‌دارد، این قدر برای بنده مؤمن نعمت خچک می افشاند و عطا میکند که حضرت خداوندی حتی در حدیث قدسی اومده است، میگه و ما ترددت فی شیء انا فاعله تردد من نفس المؤمن یکره الموت و انا اکره اساءته. در هیچ کار حضرت خداوندی میگه من به دیگر نمیشم، در هیچ کاری که فاعلش من هستم، انجام دهندش من هستم، پیدا کنندش من هستم، هیچ وقت تردد در من پیدا نمیشود مگر در ستاندن جان مؤمن. برای که همین مؤمنی بچونه بسیار حیات دوست می‌داره، همین قدر از مرگ میترسه، کاره مرگ است. یک کمپیرک خوشش رفته است، بالای سرش یاسین میخوندن، او خصوصش به سرش میزنه، چشمش خود میگیره، ولی میگه من مردنی نیستم، چی بالای سرم یاسین میخوند؟ سبحان الله. بنده بسیار از مرگ ترسان است، میترسم. خداوند میگه که من کاره هستم، این ساعتی همون بنده را نمیخواهم که همون بنده زیق شود، غمگین شود. اگر چنده که این نجاتی همون بنده است، اگر چنده برای اون بنده را این رحمت و راحت است. کودک بیمار میشود، کودک هم میبرن نزد دکتر، 6 قطار گریه میکنه. وقت فرزند تا گریه میکنه، دل و جگرت پاره میشود، یکی ببری در تای کلی دکتر میگویش که بزن و یا که از او بدتر خدا نگه داره. اگر یکان بیماریه که جراحی طلب داشته باشد، میبری در زیر کار یعنی جراح خوابش میکنی که زودتر میره جراحی، زیرا میدونی که همین به منفعت و فایدهش است. اما ستاندن جان مؤمنم به منفعت و فایده مسلمان است. اما خدا را ببینیم مهربانیش که میگه مادام که کاره مرگ است، من همین میگه تردد پیدا میشود در عمل که این بنده من نمیخواهم مردن او، من جانی را قبض کنم، زیرا که ولی خام است، ولی پخته نرسیده. پخته که نرسیده آماده مرگ کشیدگی نیستیم، برای ما مرگ یک دهشت است. این جهان همچون درخت است ای گرام، ما در او چون میوه های نیم خام، سخت گیرند خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نیرزد کاخ. همین دنیا مثل یک درخت است، ما و شما مثل همون میوه های درخت میوه های نیم خام، ولی پخته رسیدگی نیستی. میوه که نیم خام باشه مر گفته و شاخ همه خواهد، هر قدر شمال خود وزن تا مجبوری نکنیش و شاخ رها نمیکنن. چون بپخته گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. اما وقتی که میوه پخته رسید، سیب رو ببینید، وقتی پخته رسید شیرین شد، او دیگه کی پروای شاخ داره، کی پروای درخت داره. به همین اندک وزیدن باد میبینید طلب کما در زمین زد، اگر در وقتش نچینید خودش هم شاخ ترک میکنه. از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. وقتی از اقبال آخرت کام و دهن انسان شیرین میشه، ملک دنیا قسم به خدا در چشمش مثل یک کشیز قدر نداره، مثل یک پریپاشه قدر منزلت نداره. حدیث امام بخاری است، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه صحابی بزرگی رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم
فإن كانت صالحة قالت قدموني. وقتی که میگه مرده رو در بالای تابوت بمونن و وقتی که مردها اون تابوت در سر دوشون میگیرن حرکت میکنن، میت اگر مؤمن باشد، اگر صالح باشد، نعره میزند قدمونی، شتاب کنه قدمونی، مرا در اینجا نگذاره، زودتر برای به منزلم برسونه، زود حرکت کنه. در اینجا چی مردم میکنه در این دنیای خراب آباد؟ ترازی کنگره عرش میزنن نفیر، ندانمد که در این دامگاه چی افتاده است که ای بلند نظر شاهبازی صدرنشین، نشیمنی تو نه همین ملکی محنت آباد است. از کنگره عرش پیدا کرده سیم ای بنده خدا جان پمس کرد، جای تو اون دنیای محنت آباد نیست، جای تو اون دنیای فساد نیست. و تو یک شهبازی صدرنشین هستی، خدای تعالی برای تو جنت مثل یک عروس آراسته کرده است. حورای جنتی در آرزوی دیداری تو هستند، تو را چی درد رسیده است در اون دام دنیای قدر گرفتار شدی؟ قدمونی، شتاب کنه، قدمونی، شتاب کنه. یکی از سبب‌ها و علت‌های آن که میگن نماز جنازه را بسیار تأخیر نکنی همین است، مرده را زیاد منع نکنی همین است. شخص زودتر به مکان به معواش میرسد، به وصال حق میرسد. چیست از این خوشتر در همه آفاق کار، دوست رسد نزد دوست، یار بر نزدیک یار. اما اگر خدای نکرده غیر صالح باشد، فاسق فاجر باشد، به نام مسلمان باشد، از عبادت دور، متاسفانه بسیار شده همین طایفه مردم دعوای مسلمانی میکنند، اما یگان عمل اسلامی در وجود چون نیست. به نام مسلمان است اما فرسخ‌ها است، عبادت خداوندی دور است. یا مرخصه کردم در اینترنت خوندم، یک یابانی مسلمان شده است، یک وردی ژاپنی از همون اینترنت سکچاپ کرده است احکام شریعت، نمازخوان شده است، روزان میگرفته است، از مقارب خداوندی رفت شباز میداشته است. باره به کنفرانس دعوت میشود به اروپا، در مهمانخانه در شفاعتش یک مسلمانی ترک استقامت میکرده است. وقتی میگه که کی هستی؟ میگه ترک مسلمان. میگه منم الحمدلله مسلمان هستم، برادر اسلامی خچه پیدا کرده است. وقتش خوش میشود دیگر، وقتی نماز پیشین میشود صدای اذان بلند میشود، این میاد در خونه ترک میکوبد برادر اذان گفتستی دعوت شدیستی بیا برای نماز بخونه. میگه من نماز نمیخونم. پس با تو نگفتی من مسلمانم، الحمدلله مسلمانم. با تو چقدر مسلمانی که خدای تعالی در صدها موضع در قرآن امری به نماز کرده است و اقیموا الصلاة، نماز را رکوع بدارید و این نماز فرض وقتی است، وقت داره. این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقتی نماز شده صلاة کرده چرا نداره؟ من الحمدلله میگم مسلمانم که نماز مردی ژاپنی میره نمازخوانی از مسجد میگرده میره در رستورانی مهمانخانه میدونه که برادر ترک شش بس در سری است ایران میره در پهنش بشینه، میبینه که در بالای استول یک شیشه شراب موندگیه. چی میگیری ایران؟ میگه میخوره. خدا جان تماس کنم اگر تو مسلمان نیستی؟ من مسلمان. و تو مسلمان باشی خداوند ایران در قرآن تمام گفته است، ایران نجاستش گفته است. میگه من الحمدلله مسلمانم میگه همین کم کم بخورم. من بگم باشکار یا من یکم دین دیگر را قبول کردن که یا اسلام من اسلام اتفاق میکنه. متاسفانه اینطوری مسلمان در مورد داشته است. اگر از این طایفه باشد و این کانت غیر صالحه قالت لاهلها یا ویلها این یفهمون بها، نعره میزده است، داد و فغان میکرده است به اهل بیتش کجا میبرینا، این لباس نبرینا، نبره در خاک نمونه که خاک برای من یک گوداری دوزخ میگرده، یک کامرای دوزخ میشود. یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، تمام مخلوقات عالم صداش نمیشنوه
مگر انسان قدرت شنیدن ندارد. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم میگه ولو سمع الانسان لصعق. اگر انسان هم صدا را بشنود خلقش میکنه نمیره. دیگه این دنیای روشن در چشمش تاریک کم میشه. دیگه قلبش بردار نمیکنه. برای مسلمان مرگ حتی اگر مرگ فاجعه‌ای هم باشد یا رحمت خداوندی است. زیرا مسلمان آماده همون مرگ است. تیار است. چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان. خدای رحمت کنه بابای ایشان از همه جمله مردای خدا بود. اما در اون زمان شوروی هم الحمدلله رب العالمین مهمانخانه‌اش حجره طالب علم‌ها بود. مکان درس تعلیم. درس‌های اول منور از جمله در آنجا گرفتیم. خدا رحمتش کنه در زمان شوروی از فرزنداش کاری دنیا طلب نکرده است. همین مردمی دیگه همه شروع هستند. فرزند کلونیش هم بود در پیش بابایم بعدا بود اندیجانش فرستاد. اما خانه عبدالله گلی لباس هم میپوشید. گلی طعام هم میخورد. از اما هرگز کار طلب نکرده است. فقط بود دستش که علم رو آموزد. شریعت را اسخط کنه. قرآن را حفظ کنه. لیکن خدا رحمتش کنه دنبال از الله. این دنبال از الله کاری خورش نکرده است. ای خودش نمیدونه مکتب 38 تموم کرد یا نکرد. بردنش خمسنگیر دیگر همین طالب علم بعدا ملا شد همین ملا کار میکنه. کدام ملا و طالب علم دیده که کارگره. شیخ عبدالسلام طالب علم مسجد را گرفته است بوده است. یک مطاری ماشینش چسبوندنی میگن چی میگن؟ آیا طرف یک عوام این طرف سه تا ملا بچه میبرد و عوام برداشته است این سه کس برداشته نمیتونه. ایش ما جون نداره. جون دورانه یا اهل کار نیستن. خیلی مرده در کار که دنیاش ترک میکنه و به خاطر اخلا و آخرتش فرزندش میبره در پیش عالی میمونه که تعلیم نمیگیره. یا که خواهی عبدالله ها بگیره پیر با ریش سفید بودن و بچه هم درس طرف نکرد. هر فرزندش که علم آموخت با تنبلی خودش نآموخته است. اگر اون تیبیو کار طلب نکرد پول طلب نکرد نگفت که ماشینم بخرید نگفت که زمن بته نگفت که کرارتون رایی کنید. همین صدقه در راه خدا است. همین خدمت در راه شریعت در راه محمدی است. خدای تو به هر کسی را نصیب و روزی نمیگرد. خداوند روح بابای ایشان رحمت مغفرت کند و در محی جنت مستقر سازد و پروردگار خدوم حضرت را اینجا دیگه هم بکنیم بزرگوار زیاد هستند. از بس که وقتی نماز شده است برای همین دعوتشون نمیکنیم که فلانی پیش بیایه فلانی پیش بیایه. لیکن برادرای عزیز خاصتا قومای مسجد جمعه خزاخان و وقتی دید دملابا را ریش سفیدا را عزیزا را خیلی همش معلم و عروس چهره و سیماشو دانسته باشد خودتون پیشو بگذارید خواهش میکنیم. جا حضرت ها بسیار هم دملا عبدالنعیم دیگه دارم خیلی بطر دارم خفا ششته است. این حضرت را بگذارونی وقتی که همون در صف نماز میشه در صف اول باشه و خداوند یک قرات ثواب جنازه ای را که از برای ادا کنندگان نماز وعده کرده است که توسط حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم در نامه اعمال ما و شما ثبت گرداند و خداوند با ما و شما نیز مرگ زیبای اسلامی حیات زیبای اسلامی و فردا روز قیامت محشور گشتن در حلقه دوستان و محیبانش در حلقه دوستان و محیبان حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم نصیب روزی گرداند. یک ماشین بده است چون بده 34 و 10 واقعا بس قبل است 34 و 14 خواهش بگیرم خیزم رو از راه بگیریم از اون بگیم وقتی نماز شد که عزیز یا تحقیل کردن نمیتونیم